سلام به همه. امروز می‌خواهیم در مورد یک درمان طبیعی شگفت‌انگیز برای درد دندان صحبت کنیم. زردچوبه که به خاطر رنگ زرد درخشان و خواص دارویی‌اش معروف است، یکی از محبوب ترین ادویه ها در جهان است. اما آیا می‌دانستید که زردچوبه می‌تواند برای درمان دندان درد هم مفید باشد؟ این ادویه حاوی کروکومین است، یک ماده با خواص ضد التهابی قوی. این خواص می تواند در تسکین درد دندان و کاهش التهاب مؤثر باشد. یکی از ساده ترین روش ها برای استفاده از زردچوبه ساخت یک خمیر است. فقط کافی است زردچوبه را با کمی آب مخلوط کنید تا خمیری شکل شود. سپس این خمیر را مستقیما روی دندان دردناک خود بمالید. هرچند زردچوبه میتواند مؤثر باشد، اما نباید جایگزین مراجعه به دندان پزشک شود، مخصوصا اگر درد شدید باشد یا طولانی مدت ادامه یابد. پس این بود نگاهی به زردچوبه به عنوان یک درمان طبیعی برای درد دندان. امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد. فراموش نکنید که برای ویدیوهای بیشتر ما را دنبال کنید. تا دیدار بعدی، خدا حافظ.